این هفته خبر تو خبر داره براتون از فضاحتی که قاری نورچشمی ولایت به بار آورده و فاضلاب نظام را اساسی به هم زده. یعنی کاری کرده که هر چی زور میزنن تا روش سرپوش بذارن و ماست مالیش کنن، بوی اون بیشتر بالا میزنه. پرونده هایی رو مطرح میکنن و دروغ های عجیب و غریبی. در کشور جمهوری اسلامی میلیون ها پرونده داره رسیدگی میشه. پرونده در دادسرا منع تعقیب میخوره، در دادگاه نقض میشه، در بدوی تایید میشه، در تجدید نظر نقض میشه. این مسیر خیلی طبیعی است. حالا یه پرونده رو بیارن، این رو علمش کنن، یه جوری به رهبری نسبت بدن، یه جوری به رئیس قوه قضاییه نسبت بدن و دروغ‌های شاخداری. میگن رئیس قوه قضاییه پرونده رو مختومه کرده. مگه رئیس قوه قضاییه پرونده مختومه میکنه؟ در تمام این 7 سال 8 سال بنده در ایسمد هستم یک مورد امکان نداره بنده گفته باشم پرونده مختومه بشه. این دراکولای نظام فکر کرده با این شلنگ تخته ها میتونه مظلوم نمایی کنه، ولی دوره این افاها دیگه تموم شده. از اون طرف شیخ فری هم دم به برجام رو 2 دستی چسبیده که یه وقت دلواپسا قیچیش نکنن. این دفعه که رفت پشت تریبون معلوم شد که از لوبیای سحرآمیز برجام درخت سیب و گلابی در اومده که هنوز میوهش نرسیده. یک عده کودک به دم درب باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست که ما میخواهیم میل کنیم. این باغ آماده باروری است، اما صبر برای باروری این نهال تازه غرس شده لازم نیست. ظاهرا این عده کودک اصلا صبر ندارن و یقه شیخ فری رو چسبیدن و میخوان هر طور شده از مسیر برجام بکشنش بیرون. اینم یه جوک جدید از شیخ فری که میتونه اسباب یه خنده اساسی به ریش آخوندا رو فراهم کنه. امروز در سراسر دنیا مسابقه برای ارتباط با ایران عزیز است. آخوندا خیلی دوست دارن با تجار غربی بچرخن و مثل قدیما دل بدن و قلوه بگیرن، اما تا اینجای کار هر کی رسیده از روی آخوندا پریده. حالا وسط این گاوگیج بازار ولایت یه روزخونی هم مثل این پیدا شده که به دل بسیجی‌ها صابون تغییر موازنه میماله. الان جریان کفر جهانی به زمینه جریان همسوی با کفر در دنیای اسلام، همگراهای با کفر، عرض کردم چه توسعه گراهاشون چه متحجرینشون، همه یه طرف ایستادن و به شدت موازنه به نفع ما در حال تغییره. بله، موازنه قدرت داره آخوندا رو از این کفه به اون کفه قدرت منتقل میکنه. اینم جدیدترین دسته گلی که ملاها در زمینه ورزش به آب دادن و کاری کردن که فیفا هنگ کرد. فوتبال بدون داور. در یکی از دیدارهای مهم در استان آذربایجان شرقی، هیئت فوتبال تبریز فراموش کرد داوری را برای قضاوت این دیدار انتخاب کند. در اثر این فراموشی که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه است، داور و هیئت نظارت اصلاً در زمین حاضر نشدند. تیویریش میخواست قبل از نمایش انتخابات به جماعت جام زهری برگ بزنه.
این کبریت بی خطر رو به اسم اصلاح طلب آورد جلوی دوربین تا پاس رو از دلواپسا بگیره و بشوته تو دروازه خودیا، یعنی همون جماعت شیخ فری. اصلاح طلب واقعی هیچ موقع تحریم انتخابات نکرده. اصلاح طلب واقعی کسی نیست که بخواد مشروعیت خودش رو در بیرون از مرزها ترسیم کنه. دفاع مقدس دوران عجیبیه تو تاریخ ایران. من با فرماندهان جنگ و فرماندهان سپاه، فرماندهان بسیج، با کسانی که تو سپاه بودن ارتباط نزدیک دارم، نوکرشونم هستم. با صدای بلندم میگم که من مخلص افرادی مثل قاسمم. اینجا اومدن یه نمایشگاه تبلیغاتی برای دستاوردهای 3 ساله روحانی بزنن، ولی حاصلش شد این محبته خالی و سوت و کور و یک گل دیگه به دروازه خود شیخ فری. روز اومدیم به نمایشگاه دستاوردهای دولت. ما الان حدود 2.5 ساعت هستش که توی این نمایشگاه هستیم و دنبال آدم میگردیم که ازش گزارش بگیریم. خیلی استقبال واقعا ضعیف بوده، کسی نیست که ما ازش بریم گزارش بگیریم، سوالی بپرسیم که خب واقعا دلیلش چی هست نمیدونم. دکتر مشنگ و باز هم نسخه پیچی سیخکی و تیغکی برای بچه‌های بیمار، جدیدترین روش درمان برای بسیجی‌های ولایت مدار. این گوششو میگیریم برمیگردونن، یه تیغ نازک ریز قشنگ استریل و تمیز و اینها رو یه دونه تیغ کوچولو اینجا میزنی، 2 تا قطره 3 تا قطره خون اگر از این گوش بچه‌تون بیاد، زردیش هر چه باشه خوب میشه، نیاز به بستری نداره. به همین سادگی که عرض میکنم. یعنی ما 100 نمونه شاید بیشتر خود شخص من انجام دادم، همشون هم الان از مریدای ما هستن، بچه‌هاشون هم همه توپل، یکیشون هم بستری نشد. استبل ولایت هم این روزا خودش یه پا مشنگستانه و کلکل بازاریه که بیا و تماشا کن. یه نمونهش رو با هم ببینیم. برای بنده سواله، شما با چه اختیار این نامه رو نوشتید؟ بر اساس کدوم ماده ها این نامه رو نوشتید؟ شما نامه‌نگاری بنده احتیاج به نظر شما داره. نه، من عرضم اینه شما من از این بعد این دفترم یه اتاقی میذارم، شما بیاید هر نامه خواستم بنویسم میگم به ممهور بشه به امضای پروفسور کواکبیان. این باشه. اوج رشد دیپلماسی رژیم ولایت رو اون هم تو دوران پس و برجام میشه در این صحنه دید. مهمون خارجی آوردن، بعد یه هدفون ندارن برای ترجمه همزمان بذارن. طرف رفته بالای سن، همزمان با سخنرانی مهمون داره براش هدفون درست میکنه. مملکت آخه این. حضور پررنگ امداد خودرو برای تعمیر هدفون ترجمه همزمان. We expect equity, of course, to be brought by the 2 other companies, and we expect that the debt will be raised with our Iranian banks and the investment partners. So this is how we expect. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یک پیرمرد ورزشکار جلب میکنیم که مصر حتما نشون بده که دود از کنده بلند میشه. آله دستگاه میشه نمیدونم ده Thank you.